كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم. در آیات قبلی الله متعال از بنی اسرائیل یاد کرد که بسیار نعمتها را برش داده، واقعی از اینها را جای جای بیان کرد. احکام حج تا حد تفصیلی بیان کرد. حج، اقسام حجیه، چون که این صورت اثبات عقیده توحید و قوانین توحید رسالت رسول الله صلی الله علیه و است. احکام و قوانین خانوادگی را الله بیان میکند، به خاطر که وقت خلافت الله بر آدم علیه السلام داد، در نظام خلافت دیگه قوانین بکاره، دستورات بکاره، عدالت شود، امنیت بیاد. قوانین خلافت در اینجا بیان میشه. یک قانون سیاسی بود که قصاص است، صیام بود، وصیت بود، حج است. اینی عبادت ها باید در نظام خلافت تطبیق شود. حج تفصیلی بیان کرد، اقسام حجیه را بیان کرد که یک فریقش سعی میکند در زمین فساد میکند، مردم گمراه میکند با چالاکی زبان خود، و یک جماعت دیگه هستند که نفس خدا را فروختگی هستند، رضای الله را طلب میکنند، با هر نوع مبارزه آماده هستند، از هیچ کس امید ندارند بغیر از الله. اینال تنازع در بین خیر و شر است. وقتی که نظام خلافت قائم میشه، حاکم میشه، اینجا دشمنا است، دشمنای خلافت، دشمنای حکومت دولت اسلامی است که علیه حکومت اسلام می جنگند. پس اینجا الله متعال جهاد حکم میکند که جهاد کنین، و در نظام خلافت باید قوانین قرآن تطبیق شود. زیرا همه انبیا که آمدن کتاب آسمانی برشان نازل شده بود و کتاب آسمانی بر فیصله آمدگی است. کان الناس امة واحده، بود مردم یک امت واحد، یعنی همه به ایمان بودن، کلگی ایمان داشتن. فبعث الله النبیین، روان کرد الله متعال انبیا را مبشرین و منذرین، بشارت دهنده و ترساننده، و انزل معهم الکتاب، پایین کرد به امرای انبیا کتاب بالحق، بخاطر اظهار حق و راستی و درستی، لیحکم بین الناس، تا که فیصله کند در بین مردم. کتاب الله فیما اختلفوا فی، در آنچه که اینا اختلاف کردن، بعضی مؤمن و بعضی کافر شد. و ما اختلف فیه، اختلاف نکرد در کتاب الله الا الذین اوتوه، مگر کسایی که به اونا کتاب داده شده بود، من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم، بعد از اینکه برشان دلایل و معجزات آمده بود. بعد از دلیل چون اختلاف کردن کافر شدن، بغیان، به خاطر حسد و کینه و بغض و عداوتی که بود بینهم، در بین ازیا و در بین مؤمنین. فهدی الله الذین آمنوا، هدایت کرد الله مؤمنین را، توفیق داد. لما اختلفوا فیه من الحق، از برای آنچه که اینا اختلاف کرده در آن در حق، هدایت حق برشان داد، باذنی، به اجازه و توفیقش. والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم، الله کسی را هدایت میکند، کسی را که بخواد برای مستقیم توفیق میده، که از او جمله مؤمنین است. در اینجا تمام مفسرین میگه که تا ده قرن شرک وجود نداشت، توحید بود. از دوران آدم تا نوح علیه السلام 10 قرن تیر شده، و شرک در دوران نوح علیه السلام پیدا شد. کفر و نظامای کفری و قوانین کفری الله انبیا را روان کرد. یعنی در هیچ زمانه ای نبوده که شرک کفر بوده باشه ولی نبی و کتاب نامده باشه. کتابای آسمانی انبیا به می خاطر آمد که عقیده مردم، نظام زندگی مردم جور شود، نظم مطابق کتاب الله زندگی کنند، در همه ابعاد زندگیشان قانون کتاب الله تطبیق شود. زیرا او فرمان خالق انسان است، خود انسان حق نداره که قانون گذاری بکند. کان الناس امة واحده، انسان ها یک امت واحد بودن، یعنی به ایمان بودن
امت واحد چطور شده میتون؟ عقیده واحد، در فطرت مستقیم بودن. در دیگه جایام امیت آیت هست فاختلفو، اختلاف کردن. اختلاف یکی مسائل فرعی است و که موافقه ها دارن، این اختلاف نه. اینجا اختلاف در عقیده است. اختلاف فمنهم من آمن و منهم من کفر، مثل که در امی سوره سپاره سیوم امی سوره تلک الرسول سعی کنه سپاره سیوم سر سپاره سیوم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. اگر الله میخواست جنگ نمیکرد کسایی که بعد از این آمد، بعد از که دلایل برشان آمد، ولكن اختلفوا، لیکن اختلاف کردن. اختلاف چی بود؟ فمنهم من آمن و منهم من کفر. اینی اختلاف خطرناک. بعدش ایمان آورد، بعدش کافر شد. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. اینجا فاختلفوا از اختلاف کردن، اختلاف تنازع در ایمان. بعضی گفت که من این عقیده را قبول ندارم، عقیده که جانب الله من، دیگهش گفت دارم، این کافر و مؤمن شد. اختلاف که پیدا شد، پس از این فهمیده میشه که وحدت عقیده اتفاق میاره. عقیده یکی باشه بسیار در بین جامعه وحدت می باشه. رسول الله صلی الله علیه و در مدینه جامعه را جور کرد که به سه وحدت استوار بود. یکی وحدت عقیده بود، عقیده واحد، کلگی یک عقیده، یک باور. الله واحد است، اقدار عبادت است، قانونش باید تطبیق شود، حاجت رواست، مشکل کشاست، حلال و حرام کنده در زندگی ما غیر از الله دیگه کس نیست. امر و نهی الله میکند، مخالف امر الله کسی حق امر کردن نداره. اینی عقیده بود کلگی. قرآن سنت هر چی که میگه ما قبول داریم، هر چیزی که میگه فایدهش هم میفهمیم نمیفهمیم. و می خاطر جامعه قوی. دوم وحدت نظام، وحدت سیاست، حکومت. در حکومت کلش وفادار بود. حکومت اسلامی را جز ایمان خدا میدانست، جز ایمان است حکومت، زیرا ایمان ما امی احکام حکومت تطبیق میکنه. سوم وحدت احساسات بود. احساساتشان عکس العمل در برابر حوادث مطابق اسلام. مطابق اسلام هر حادثه شد مطابق اسلام عمل کن. اینی بسیار مهم است. یک حادثه عروسی میکنی باید مطابق اسلام باشه. مرده شد اینجا احساساتت برانگیخته میشه. یک کسی تو را دشنام میته چی کار کنی؟ مطابق اسلام عکس العمل نشان بدی در هر چیز. و یا اینکه دعوت فرض میشنه باید مطابق اسلام دعوت بدی. نماز است، وقت نماز الله اکبر گفت باید مطابق اسلام چی کنی؟ احساسات تا نشان عکس العمل بدی، عکس العمل تا مطابق اسلام نشان بدی. فبعث الله النبیین. هر وقت اختلاف کرد بعضی کافر شد، بعضی مؤمنی در دوران نوح علیه السلام بود، شرک پیدا شد. فبعث الله فرستاد روان کرد الله النبیین، انبیا را. بسیار انبیا آمدن. اگر تا خاتم النبیین بگیریم از 100,000 زیاد، 1,24,000 یا زیاد. الله انبیا را روان کرد. نبی چی میکنه؟ خبر دهنده، خبر میده حکم الله را به مردم و مردم میگه که به این حکم عمل کنین. انبیا مصلحین هستند، مصلحین الله روان کرد. چی را جور کنه؟ عقیده را، عمل، قوانین زندگی را، نظم جور کنه. انبیا را الله روان کرد. خب انبیایی که به هدایت انسان هست وظیفهشان چی بود؟ مبشرین، که بشارت بتن مؤمنین را به جنات نعیم، جنات ها، باغا و نعمت ها. هر کسی به این کتاب، به این عقیده بود، اینی نعمت ها است، خوشخبری دنیا و آخرت. و منذرین، و بترساند کافرها را به عذاب جحیم. منذرین ترساننده. وظیفه انبیا انذار و تبشیر، هر دوش است، خوشخبری و ترسانده. دعوتگر هم باید تمیتو باشد، هم بترسانه و هم خوشخبری بده. اگر این عقیده عمل کردین اینی نعمت هاست، اگر نکردین اینی عذاب هاست، تا که حجت به بالای مردم تمام شود. و انزل معهم الکتاب. نازل کرد الله متعال به امرای انبیا کتاب آسمانی را. کتاب بر امرایشان روان کرد. کتاب آسمانی به خاطر هدایت بشریت منزل بود از جانب الله در بین مردم، تا که اختلاف از بین بره. کتاب آسمانی به چه خاطر آمد؟ که اختلاف بالحق، به حق یعنی براستی، راست بود، حق بود، باطل نبود.
دیگه به خاطر که حق ظاهر شود، مردم بفهمه که این اختلاف ما صحیح نیست. در هر چیز در چی اختلاف کردی؟ در اینی اختلاف، در توحید او در چرا اختلاف کردی؟ این کتاب الله این تو فیصله میکنه. هر اختلاف چی فیصله میکنه؟ کتاب الله. در سوره النساء الله میفرماید مؤمنین میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم، اگه اختلاف کردین فی شیء، ده چیزی است مثلا، فردوه الی الله و الرسول، بازگشتش بتین امی تنازع را بکی با الله. الله چی فیصله کرده؟ کتاب و الرسول سنت رسول است. خلاص مشکل حل. این نمی چیزی که مسلمان قبول کنه مشکلش چی است؟ حل است. باز می فرماید ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر، اگر با الله و روز قیامت ایمان داری اختلاف تا با کتاب الله و سنت رسول پیش کن. اما اکثر کافرها قبول ندارن، مؤمنین هم نمیکنن، اکثریتش میگه قبول. ذلك خیر، الله میگه اینمی خیر است و احسن و تأویلا، بهترین انجام داره. کتاب الله قاضی است، فیصله کننده است. چه قاسم، دین بسیار آسان است. ولی آسان فرقه پیدا شد، مذاهب پیدا شد، طریقه و گروه ها پیدا شد. اینی را دم به مذهب بستن میکنن، ویتو میکنن. خب اگر بگوی مذهب خوشتبام میکنه، دیدی که مذهب نظرش مخالفه آیت قرآن است، تیر شده دیگه. بین اینی را قبول کن. این حکم الله است، این رسول است، نظر یک عالم است، امام یک مذهب است، کدامش میگیری؟ حیران میمانی به این مردم. و انزل معهم الکتاب، پایین کرد الله به امر از اینا کتاب. معهم چرا گفت؟ یعنی تو نبود که هر نبی برش یک کتاب داده شده باشه. یک کتاب که می آمد تا یک جای را 1000 نبی به او فیصله میکرد، 1000 پیامبر به یک کتاب. که الان کتابات تورات، انجیل، زبور، قرآن، دیگه صحیفه ها، صحف ابراهیم و موسی، این صحیفه های مختلف کتاب، ولی کتاب به امرای انبیا بوده. خرد کوچک رساله و کلام مطابق زمانه نیاز کتاب آمده که در بخش قانونگذاری نیازهای از اونا را پورا کنند. چون که در آخر زندگی ما و شما قیامت نزدیک است، عمر دنیا زیادش تیر شد، کمش مانده. در این وقت الله کتابی روان کرد تا قیامت پاسخگو باشد، کتاب جامع، کامل، شامل. به هیچ کتابی، به هیچ قانونی ما نیاز نداریم. سند، وثیقه ملی، وثیقه همه جهان اسلام قرآن است. میگم تا قانون اساسی را میگه اینی وثیقه ملی است، این قیاق نه، وثیقه ملی اینی است، قرآن است. چرا کتاب آسمانی آمد؟ لیحکم بین الناس، تا که فیصله و قضاوت کند. امی کتاب در بین مردم قضاوت کی بکند؟ کتاب بکند. به این خاطر فیصله، پس قرآن بر فیصله آمده که در محاکم در قضای فیصله کند. فیما اختلافو فی، در آنچه که اختلاف کردن اینا در آن. عقیده است قرآن فیصله کند، خوب است نه. نماز خوب است نیست، قرآن و شرحش که حدیث است فیصله کند. این نکاح اسلامی است نیست، قرآن هم میبینیم چی میگه. مرده‌داری اسلامی شد نشد، قرآن هم میبینیم. خانواده اسلام مسلمان است، مطابق اسلام است یا نه، میبینیم. جامعه ما اسلامی است نه، قرآن هم میبینیم. خلاص قرآن و سنت چی میکنه؟ تعیین میکنه. پس فیصله چی میکنه؟ چه قواضی میگه؟ لیحکم الکتاب بین الناس، کتاب فیصله کنه. ضمیر در یحکم راجع به سوی کتاب است. حالا از این کتاب آسمانی چی جور کردن؟ نه در فیصله میاره نیره اختلاف کردیم بین این کتاب چی میگه؟ نه ایره فقط در مرده و اسقاط و عروس و قسم و فاتحه و ختم و رمضان و این چیزا جورش کرد. چقدر ظلم کردن. نه فنبذو کتاب الله وراء ظهورهم، کتاب الله را پیش سر انداخت. گپ شود دیگم تبرکات، مرده مرد بیارین 30 سپاره را بخوانیم، خوانده میره. نفر مرده اینجا، بیارین ری سفیده و قماندانا را چی فیصله میکن؟ نمیگن بیارین 30 سپاره را چی میگن؟ میگن نفر مرده. یک آدم زنا کرده، نمیگن قرآن بیارین چی میگن؟ بیارین ری سفیده و اینا چی میگن؟ ری سفیدی میکنیم. و میگه اینی آدم اینی را گریختان ده، اینی دختر را گریختان و زور زنایش کرده. این چی میگه؟ نکایش کو برش بته. حالا که این خو نکایش کو، قرآن میگه اگر مجرد است 100 دره دیش، اگر زندار است سنگسارش کو. این میگه نکایش کو. نه؟ خیلی هنوز چی میگه؟ من نمیگیرمش. هنوز دیگه پام میزن.
وای 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 افسوس دیگه که حکومت نیست ها. افسوس که تو آدم ها که بگوی خود دختر ای طور کردی 100 دوره بزنش اجازه تعزیری دیگه هم بتش 10 روز دیگه هم 10 دوره دیگه هم زده برو این تعزیری اگر مجرد است اگر نیک زنگدار است دلیل است سنگسارش کده غیر تعزیری خب جزا بتش بازی دختره یک تا دیگه بگیره خیر او که بزور باشه هیچ گپی نیست بزور باشه هیچ یک دختر بزور زنا شده هر کس بگیردش هیچ گپی نیست هیچ گناه نداره او بیگناه است و بیچاره و انزل معهم الکتاب بالحق ولی به خود از اون نتا به اون نتا ما که باشم به اون نمیتم به اون ظالم نمیتم دیگه کسا میگم بیاین که کی مسلمانت به امرای عزیز دوچ کنم حکومت که باشه این تو نه که دیگه حالی چی میگم میفهمه که زنایش کردم به من میتن دیگه بپرانش بپران بعد از او باز میگیره بازی ها چی میگن یکم فیصله هایی که چام بته شما تو بته خوارت بی اون بیچاره چی گناه کرده او را به او میتن پیسام بته و چی بته اسب بته این فیصله ری سفیدی است توبه این مسلمان است خب از این فهمیده میشه که مولا و مولوی قرآن بیان نمیکنن قرآن بیان کنن والله مردم جور میشه نمیکنن هیچ دماجه درس نیست در منطقه ما هیچ درس نیست فقط میای و هم نواخت نماز دیگر در شام میخونه الله اکبر گم میکنه تیز میخونه میره هیچ نه درس است نه قرآن است نه دیگه است لیحکم بین الناس تا که فیصله کنه در بین مردم فیما اختلافو فی آنچه که اختلاف کردن و مختلف فیه اینجا یک سوال پیدا میشه اینا اختلافشان عالمانه بود یا جاهلانه الله میگه نه اختلاف هم عالمانه خوب میفهمیدن چقدر خطر یعنی اختلاف چی کفرشان عالمانه بود یا عالمانه اینا میال بسیار علما میفهمن که این گپ خراب است این عقیده ای اختلاف میکنه قبول نمیکنه نه عالمانه میخو اختلافشان در کفر بود و مختلف اختلاف نکرد فی درمی کتاب الله اختلاف نکرد یعنی انکار نکرد الا الذين اوتوه مگر کسایی که داده شده بود با اونها چی داده شده بود اوتو داده شده بود هو امی کتاب اوتو کتاب الله برشان داده شده بود یعنی کتاب برشان نازل شده بود عالم بودن به کتاب الله من بعد ما جاءتهم البینات بعد از اینکه دلایل روشن آمده بود دلایل بسیار واضح و روشن احکام قوانین وجود داشت خود چرا خیلی دلایل هم وجود داشت کتاب هم داشتن چرا کافر شدن اختلافی قبول نکردن بغیان این دلیلش است این دلیل است مفعول له از جهت بغی ضد و عناد بینهم که در بین کافرها و بین المؤمنین با مؤمنین ضد و عناد داشتن حسد ضد عناد این کی بود یهود بیدین و دیگه همین تو کافرها زیاد تیر شده فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه خب اینجا اختلاف شد مؤمنین یک عقیده را میگفتن کافرها دیگه کی را الله هدایت کرد الله مؤمنین را الله متعال هدایت کرد به چی هدایتشان کرد به حقی که اختلاف کرده بودن لما اختلافوا فيه از جهت آنچه که اختلاف کرده بودن فيه دو من الحق در حق مؤمنین الله هدایت کرد اختلافشان در حق بود بله ما میال میم قرآن حق است دین اسلام اینمی است هر کسی قبول نداره مخالفش هستیم اینی اختلاف است مخالفش هستیم با میگه شما اختلاف چرا کتمان میکنی عقیده تان خرابه اعمالتان خرابه اینا ولی الله ما شما را هدایت کردم لما اختلافی من الحق به حق ما اختلاف ما بر حق است نیست که اختلاف ما کتین کافرا کتینیا اختلاف داریم بر حق هستیم بین دلیلتان هاتو برهانکم اینا دلیل ندارن غیر از قسم میکنن به اذنه به اجازه الله به توفیق خود میگه اینا را هدایت یعنی ثبات داد بر مؤمنین یا مثل که در یک حدیث میاد که در روز جمعه را الله گفته بود بر عبادت تخصیص بتین رخصت کنین حدیث بخاری است یهود نصارا اختلاف کرد در نتیجه اختلاف یهود شنبه را انتخاب کرد نصارا یک شنبه را رسول الله صلی الله میگه که فهدى الله الذين آمنوا مؤمنین الله هدایت کرد روز جمعه را انتخاب کردن و جمعه به حق رسیدن
والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. الله هدایت میکند کسی را که بخواهد برای مستقیم. هدایت چی یعنی میرساند. هدایت دو نوع است، یکی راه را نشان میده، این علما اینا بیان میکنه، یکی که توفیق میده، یعنی اسلام در قلب جاگزین میشه. اینی الله اینجا هدایت کرد، ثبات داد، توفیق داد، توفیق میدهد کسی را که بخواد برای مستقیم. الله مؤمنین توفیق داد، مؤمنین هدایت کرد، مؤمنین به هدف رسانید. هدایتی که موصل الی الجنات است، کسی را که الله میرسانه انسان به جنت. اینی هدایت مهم است. جنتی ها که در جنت میرن چی میگن؟ در سورة اعراف الله بیان میکنه الحمدلله الذی هدانا لهذا، حمد به ذاتی که هدایت کرد ما را به اسلام، و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، نبودیم ما هدایت میشه مگر الله هدایت نمیکنه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. ام حسبتم آیا گمان میکنین شما مؤمنین ان تدخلوا الجنة، این که داخل شوین در جنت بدون تکلیف مصیبت نبیه؟ نه، این گمان نکنین. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، در حالی که نامده شما را مثل الذین، حالات و سختی های کسایی که خلوا تیر شدن من قبلکم پیش از شما، و تکلیف های سابقه مردم سرتان نامده میخواین در جنت برین؟ نه نمیشه. مستهم البأساء و الضراء، رسیده بود به اونا تکلیف های مالی، و الضراء و تکلیف های بدنی، و زلزلوا جنبانیده شدن، بسیار قلب وحشت و روب در قلبایشان افتید. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، تا اینکه گفت پیامبر کسایی که ایمان آورده بود به امرای پیامبر متى نصر الله، کی است نصرت الله. به این درجه رسیدن، قریب بودن ناامید شدن. الا ان نصر الله قریب، خبردار نصرت الله نزدیک است. الله ای آیت حکم روان کرد ور خطا نشین، نصرت می. اینجا الله می فرماید که ای گروه مؤمنین، شما بدون امتحان و بدون ابتلا، بدون تکالیف در جنت نمیرین. جنت با آدمای تیار خور و زلیافخه و کسای کارهای فحشا و بی‌حیایی میکنن، بر از اینا نیست. میخواین جنت اولا از عذاب الله نجات بیافین، جنت اولی نصیبتان شود، تکالیف در راه دین الله را قبول کن. تا که تکلیف قبول نکنی نمیشه. با درجات جنت که میخوایی، حال در رادیو و تلویزیون اعلان میکن جنت الفردوس، جنت الفردوس که تقاضا میکنی، خب باید بسیار دیگه تکلیف زیاده بکشی. در رادیو اعلان میکنه تلویزیون فلانی وفات کرد، با میگه فلانا برش جنت الفردوس خواست، فقط بگوی که این جنت الفردوس کلش پیش اینه میاست، هم این طبقه را به او میته، این را به او میته. در جنت داخل شدن در حالی که براتان نرسیدگی است تکالیف مؤمنین سابقه، شما امتحانات نامده سرتان. ولما یأتکم، این خود صورت مدنی است، نه در مدینه سال اول دو نازل شده، ولی بازمی تکالیف که نازل شد تکالیف آمد. بعد از جنگ خندق و احزاب مؤمنین این تو تکلیف دیدن که الله در این صورت ها روان کرد که این آیات را خدا آماده کنین برای تکالیف. حکومت جور کرده، نظام اینجا صاحب حکومت شده، اینجا تکلیف میاد، مصیبت میاد، خود را آماده کنین. صحابه فهمیدن که آمادگی داشتن. جنگ خندق و احزاب که شد، این تو یک مصیبت 10,000 قبایل جمع شد، نیروهای کافر مؤمنین در مدینه محاصره کردن از هم، حتی خندقا را یا زدن. اون طرف در داخل بنو قریظه هم خیانت کرد، یا داخل دیگه خیز بیخی دیگه. قرآن میگه که و بلغت القلوب الحناجر، دلها میگه در حنجره رسیده بود. ای وحشت، دلهای صحابه از اینجا رسیده بود، نهایت وحشت، چشما بر آمده بود. و زلزلوا زلزالا شدیدا، بسیار جنبانیده شدن، باز جنبانیدن سخت. حتی یقول الرسول، تا این که منافقین گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، الله و رسولش هیچ وعده نکرده، فریب بود، فریب و معادات. کل ما اینجا کشته میشیم، از یک سر زنده نمیمانیم، ریشکن میشیم.
ولی مؤمنین واقعی که دیدن صحابه آفرین ایمان شد. ولما را المؤمنون الاحزاب، مؤمنین که احزاب گروپا را دیدن، قالوا هذا ما وعدنا الله و رسوله، گفت این آن چیزی که الله و رسولش وعده کرد. و زادهم ایمان، ایمانشان زیاد شد. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، ایمان و تسلیم برشان زیاد شد. گفت اینال کامیابی نزدیک شد مؤمنین. پس این تکالیف میاد دیگه، یکم دفعه قلب تنگ چیزت بالا میشه. ولما یاتکم، در حالی که نامده شما مؤمنین را صفت حالات کسایی که پیش از شما بود، مستهم البأساء و الضراء. در این جلسه که امت الله میگه امتای سابقان بسیار تکلیف دیده، تنها شما ندیدین. رسیده بود به اونا البأساء و مصائب و تکالیف و زخمی شدن و شهادت و مرگ و فقر و بسیار مصیبت. و زلزلو، و جنبانیده شدن. و زلزلو، ای توی جنبانیدن شدید که گپشان به این حالت رسید، حتی تا این که یقول الرسول، میگفت پیامبر، والذین آمنوا معه، کسایی که به امرش ایمان آورده بود، نبی هم بود، چی میگفتن؟ متی نصر الله، کی است نصرت، کی نصرت الله میاد. یعنی اینا گفتن تأخیر شد نصرت الله، شدت که بالا رفت. خب نصرت کی است؟ مؤمنین گفت که ای نبی کی نصرت میاد، یعنی که نصرت نمیاد. خب این به این حالت رسیدن که نصرت نامد، کمک نامد. این از انسان ضعفی که داره. اگر که بعضی ها میگن این متا میگه این انکار از نصرت الله نیست، که نیست دیگه. کی است نصرت الله؟ یعنی نیست نصرت. این خود سوالی است، نه سوال بر انکار باشه. میگن نه، استفهام کردن که یا الله متا نصر الله، میگه دعاست، یا الله نصرت کو، یا الله نصرت تا زود بکو، زود ما را مدد کو، زود ما را کمک کو. از متا نصر الله بعضی ها میگه خیلی از اینجا اینقدر نبی ضعیف شد که گفت نصرت کی است، یعنی نصرت نمیاد، ناامید شد از نصرت الله. نبی خود ناامید نباید شود، ولی دمی تکلیف رسید. الا ان نصر الله قریب، خبردار نصرت الله نزدیک است. الله وحی روان کرد ملکه که نصرت نزدیک است، ور خطا نشین. ولا ینصرن الله من ینصره، الله نصرت میکند کسی را که بخواهد. ان الله لقوی عزیز، الله قوی است و غالب است. بعضی تو تاویلا کردن، میگه حتی یقول الرسول الا ان نصر الله قریب، ایتو میگن. خب میگه رسول میگه خبردار نصرت الله نزدیک است. والذین آمنوا معه، مؤمنین میگه که است نصرت الله نه نمیاد. مؤمنین یعنی ناامید شده بودن، ایتو میگن. یعنی با وجودی که الله وعده نصرت داده بود، مؤمن ناامید شده بود، نبی نشده بود. ولی نه، این یک تعویل است دیگه. خب حتی یقول الرسول الا ان نصر الله قریب، رسول میگفت که نصرت میاد، تسلی میداد. مؤمنین میگفت نه، حوصله ما خلاص شد. ایتو میگن این تعویل است. خب چرا حالا نبی هم میترسه، نبی هم مشکلات داره، نبی هم ضعیف است، از نگاه انسانی ضعف انسانی داره. الله میگه یقول الرسول، نبی گفت، پیامبر خودش گفت که متی نصر، یعنی یا الله نصرت ور خطا شد، نه که نصرت نمیآید. این تو دینی حالت رسید، در نهایت شد، نصرت خلاص شد، اینا کل جا خراب شد، در این درجه رسید. واقعا حالت شدید که بیا انسان نگام ناامیدی رخ میده. بعضی هم میگن که حتی یقول نزدیک بود که پیامبر بگوید، نگفتن نزدیک بود. این تعویلات میکنن، خب تعویل نمیکنن. یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم. سوال میکنن از تو ای پیامبر، ماذا ينفقون، چی چیزا مصرف کنن، با بالای کی مصرف کنن؟ قل ما انفقتم من خیر، بگوان چی که مصرف میکنین از خیر، فللوالدین، برای پدر و مادر است، والاقربین خویشاوند، والیتامى یتیما، والمساکین مسکینا، وابن السبیل مسافر. و ما تفعلوا من خیر، آنچه که انجام میتین از اعمال خیر نیکی، فإن الله به علیم، بدون شک الله به او عالم است. نیت و همه ایتان میبینه، وقتی که میفهمد جزا میته، بدله میته، در بدل از بسیار چیزا میته.
حال صحابه سوالا میکرد، اکثر آیات ها سوال میشد، یک حکم میامد. ماذا ينفقون، چی را مصرف کنن؟ صحابه سوال کردن. علی من، با بالای کی؟ کدام مال ما را مصرف کنیم، با بالای کی مصرف کنیم؟ این سوال کردن. الله اردوش جواب میده. یسالونک ماذا ينفقون، سوال میکنن که چی را مصرف کنن، با بالای کی مصرف کنن. قل ما انفقتم من خیر، آنچه که مصرف میکنین از خیر. خیر چی است اینجا؟ خیر مال الله گفتگی است. ما انفقتم من خیر. سعی کنین مال بهتر است. یکم تو میگم مال بد است، مال چیز قبیح است، او دنیا دار، دنیا خراب است، دنیا را تا میگم مولوی های قد دنیا را رد میکنه فکر میکنی که این پول پیسه کلش بد چیز است. نه، الله مال خیر میگه. ما انفقتم من خیر. خیر چیز؟ طلا، وقت پیسه درهم بود، نقره نه دینار بود، دینار پیسه طلا. این مصرف میکنین. گوسفند است، خیر است، مصرف میکنین. گاو است دیگه، لباس، این چیزایی که سرمایه است، ارزش پولی داره، خیره. مال و سرمایه را الله خیر گفته. المال والبنون زینت الحیات، زینت گفته، متاع گفته. چیز بد نیست مال حلال، بسیار خوب است. حتی رسول الله صلی الله علیه و میگه که در روز قیامت سرمایه دارایی که الله بر سرمایه داده در راه دین مسئولیت خدا نام انجام میتن، ثوابش از فقیر که بالاست، از فقرا که ثواب از اینا بالاست. زیرا اینا حج میکنن، عمره میکنن، زکات میتن، رکن همه ارکان اسلام انجام میتن. فقیر از حج محروم است، از زکات هم. دو رکن اسلام محرومه. یه زکات میتن، حج میکنه، صدقات میکنه. و حدیث بخاری هست نه که فقیرا آمدن گفتن یا رسول الله سرمایه دارا خدمت کرد برنده شد، ثوابای زیاره ببین، زکات میتن، حج عمره میکنه، صدقات میکنه، چطور کنیم؟ و امروز هم گفت بعد از فرض 33 بار سبحان الله، 33 بار الحمدلله، 34 بار الله اکبر بگین، ثوابتون او قسم به او میرسه. که ثواب وزیره بسیاری بعد از فرض همین ذکر نمیکنه. همین مردمای ما که میخوان میگریزه، یعنی چی این ثواب است اعلام میده، خصوصا در روز جمعه السلام علیکم و رحمت الله و مردم میگریزه، مسجد نیم میشه. حالا هم ذکر بکو خوب بشی، این ثواب داره. بعد از او باز یا که شروع کردن دیگه سرمایه دارا خبر شدن و هم خوب میامدن در مسجد. چی میکنین شما؟ گفت ما را رسول الله صلی الله علیه و آله چیزا نشان داد. خیمام میکنیم. اینا هم شروع کردن. اینا هم که شروع کردن و یادید که حالا خب پس مساوی شدیم در عبادت. باز آمدن گفتن یا رسول الله، گفت اینا خب باز امی عبادت شروع کردن، چی کنیم ما؟ پیامبر صلی الله علیه و آله گفت ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله میدهد کسی را که بخواهد. حال شما به اینا رسیدگی کردن نمیتون. سرمایه درجات جنت از فقیر کردن بسیار بلند میکنه. یک نعمت الله با فقرا داد، چون که در دنیا تکلیف میبینن صبر کنن، 500 سال پیش در جنت میره. 500 سال ما شما یک سال در یک جنت باغ باشیم چه گپه؟ کل عمر ما شما 50 سال 60 سال نه، 500 سال پیش، به شرطی که ثبات داشته باشه. در غیر از او حدیث بخاری است که رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق لا حسد الا فی اثنین. غیبت جایز نیست مگر در دو چیز. غیبت که آرزو میکنی کاش کی داشته باشم، در هیچ مال، در هیچ نعمتای دنیا جایز نیست. مثلا یک کسی را دیدی موتر داره، بگویی تو یک موتر به ما بدی، نه کاش که تو بلند منزل داشته باشم. نه اولاد زیبا داره، کاش که ما میتونم اولاد داشته باشم. نه دیگه هر چیزی که هست الا فی اثنین، در دو چیز. یکی علم است، رجل آتاه الله علما فیقضی بها، فیصله میکند بمی و بر مردم و یعلمها، تعلیم میده و عمل میکنه. این علم قرآن و سنت داده. یا الله ما را کاش که میدادی، این بسیار نعمت کلان علم. دوم رجل آتاه الله مالا، مال الله برش داده فسلطه على هلكته بالحق، مسلطش کرده در مصرفش به حق، رای حق. اینی تو یا الله ای تو مال بیتی که دمی تو را بره، اون مالی که در اشکم میره و عیاشی میره، الله از این مال ما شما رو نجات بده. اینی تو مال بیتی، یعنی میالم یک مالدار سرمایه دار می بود، این مجد جای نمی بود. خب این ترانسپورت جور میکرد،
ما میگم ترانسپورت نه. یک تا گفتم تو که این تو بونگ بونگ کردی شد. خب مشکلات بود از امی اولا نه. این زنا و میار میآورد در اینجا نه. و دیگه این میال ما و اونسون مسجد خالی است. بسیاری در بیرون میمانه نه. خوب مسجد تجور میکرد. زیرش هم خوب چی میکرد؟ گرمش میکرد. اینجا ولام بعد از پیشین هم خوب درس عربی و نحو و صرف خوب یک مدرسه می بود. نه چقدر مردم علم یاد میگیره دینه و این با دیگه 10 نسل یاد میگیره علم و اسلام کلش ثوابت برات میرسه. ما شما باید به او رسیده کده میتونیم؟ نه بسیار درجه داره. علم و مالی که در راه حق، علمی که در راه حق، این دو چیز، علم و مال بسیار چیز خوب است. این مولوی ها که خودشان بیچاره دو چشمش در اسقاط هست باید مال رد میکنن. چرا خواهی اسقاط میخوری؟ اسقاط چرا میخوری؟ مال بد است و دنیا پرست. این تو میگه در جهنم میری. این تو یک قسم وانمود میکنه که مال سرمایه و خانه خوب کلش بده. یعنی مسلمان که شدی باید در خانه گلی زندگی کنی، در موتر سوار نشی. هیچ لباس خوب نپوشی، غذای خوب نخوری، میوه و چیزا استفاده نکنی. یا الله می قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. زیبایی های دنیا الله پیدا کرده، کی حرام کرده؟ نه حق نداری از این زیبایی ها استفاده کو. حتی رسول الله یک صحابی را دید تو غریبه پرسانش کرد که مال سرمایه داری؟ گفت دارم. چرا تو میگردی؟ گفت لیورا اثر نعمته علیک، باید آثار نعمت الله باید تو دیده شو. لباس تو باید زیبا باشه، مرکبت باید زیبا باشه، خانیت باید زیبا باشه، مردم ببینه که این پولدار است. او بعضی ها خودم تو چی میگیره؟ کسی از ما پیسه نخواهد، بخیل مردار غریب فقیر خودم میگیره. کسی از ما 1 روپیه نخواهد. میگم کالای سفید راستی کسی کالا سفید ببینه گدایگرا میدانه طرفش. کالای سفید میفهمه که می خود داره یک چیزی. این کالای سفید نمیپوشه کسی از ما چیز نخواه. خو نعمت است الله بر داده بته. بیرون میبراینه میده بکو 10 روپیه 100 روپیه هر کی اومده یک دهی داده برو. اگه زیاد نمیتینی بته برش. روز 100 200 300 نفقه کرده برو. چقدر درجه داره؟ مال بسیار چیز خوب است. قل ما انفقتم من خیر. عثمان غنی را ندیدین که وقتی که سرمایه دار بود رسول الله هم گفت جنگ تبوک بیارین مال، این که مال آورد 1000 دینار پیامبر هم میگه بالا میکرد. میگه ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. ما ضر عثمان، تکلیف نمیرسه بر عثمان بعد از این هر عملی کند الله ایرا هیچ گناه بر ضرر نمیرسانه. الله ایرا از گناه حفظ میکنه. ما ضر عثمان همین تو میکنه. 100 دانه اسب، بعد میگه 1000 دانه اسب آورده بود. 1000 دانه اسب. ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. یک قدر پیامبر خوشحال شد، همان قدر الله خوش میشه. خوشی پیامبر خوشی الله، رضایت پیامبر رضایت الله است. مال الله برات داد امتحانت میکنه، ایره بیتی درای الله بسیار درجه داره. مال خوب است، بگوین که مال حرام نخورین. این تو مالت درای الله مصرف کن. اینطور بگو از حرام اجتناب بکن، درای درست مصرفش کن. چقدر که مصرف کنی امان قدر درجه است. قل ما انفقتم آنچه که مصرف میکنین من خیر، از خیر مال و سرمایه. فللوالدین، اول مستحق کی است؟ والدین است. والدین پدر و مادر این بسیار حق داره، خصوصا که بیکار است کلان سال شده. نه این تو نه که به دیگه یکم تا میته پدرش گرسنه است، پدرش خانان نداره به دیگران میته. نه، والدین در انسان ها بسیار حقی داره. بزرگترین حقش است که مشکلات مادیش حل کن. یکم تا احترامش میکنه، میته دستایش هم ماچ میکنه، ولی میگه جای ندارم، نان ندارم، لباس ندارم، اموجا برو پیشانی خواهدش میگه چیز نمیته. به دروغ که آمد 1 ماه 2 ماه بعد میاد دستایش هم ماچ میکنه. پدر جان بسیار دوست دارم، احترامت دارم، نان ندارم، لباس ندارم، بود ندارم، جای ندارم. میبینیم باز میره گم میشه. توبه اینی نگاه نه، اول حقش همیست. مال چی مشکلات مادیش خانه نداره که خود جایش بده. حتی اگر زنت گفت مشکلات داره خانه نداره که یا تو باشی یا پدرت یا مادر،
بگو نه دیگه زن بفهمان زود طلاق خیز نزن دسته طلاق ها بفهمان نشد باز بگو نکو که با طلاقت میتم نه هیلایت میتم زن زیاد است تو دیگر میگیرم هنوز اینمی یک سبب میشه که زن دوم بگیرم نه نکو مرا به زن دوم نکشان یک طلاق بتش بر رضای الله 3 ماه وقت داره جور شد نشد به صورت اتومات میره باین میشه باز هم اگر جور شد نکاح مجدد میخواه بعد کدم توبه کدم یکم دفعه زنها یک تقاضای نامشروع میکنن میبینن که مشاورش چطور است ثبات داره یعنی اگر دید که به مندک گپ و مکر ما فریب خورد خانه اگر دید که طلاق داد طلاق هم باین شد دیگه باز میفهمه که حالت خرابه باز میگه ما بد کردیم پشیمان شدیم بیا نکاح مجدد بکن باز برو پس نکاحش کن امورا با ما یک طلاق میره خودش اتومات طلاق بیان میکنیم خب دمی تو حالت ها هست ولی والدین پدر و مادر بسیار حق داره والاقربین که خویشاوندا و نزدیکان خویشاوند کی است از پدر است یا مادر از طرف پدر کاکا هم از طرف مادر خاله ماما میام به جای مادر از خاله کاکا به منزله پدر است اینا را کمک کنه اولادا و فرزندای زیاد فقیر است به اینا توجه کن ولی یتاما یتیم باشد یتیم پدر نداره خودش نابالغ است بالغ که شد صاحب کار شد یتیم نیست والمساکین مسکینا به مسکینا بتین یک وقت نان داره یک وقت نه یک روز 2 روز داره دیگه نداره و ابن سبیل مسافر خوب سرمایه دارد ولی در منطقه تو آمد چیز نداره بتش کمکش کن خوب نان بته جای بته 1 روز 2 روز 3 روز تا 3 روز میمانی واجب است مسافری که در منطقه میاد 3 روز بعد از او با صدقه است بعد از صدقه است از ضیافت 3 ایام میمان هم بفهمه که 3 روز شد برو دیگه ها اگر مان با صدقه است و ما تفعلوا من خیر فإن الله به علیم آنچه که مصرف میکنین از خیر فإن الله به علیم بدون شک الله عالم است خیر چی معنی مال مصرف میکنین و ما انجام میتین خیر نماز عبادت تقوا علم هر خیری که است الله به او عالم است ثواب برتان میده بسیار ثواب های زیاده برتان میده